سیمپسون ها که یکی از طولانی ترین سریال های دنیاست 30 ساله که در 4 گوشه جهان انسان ها رو میخندونه. سیمپسون ها که ساخته مت گرینگه و از شبکه فاکس پخش میشه از سال 1989 که شروع به پخش شد سیر سریال های کارتونی رو عوض کرد و منبع الهام خیلی از کارها شد. پیشگویی های سریال سیمپسون ها در دنیا کاملا شناخته شده و مشهوره. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو را لایک کنید و در ادامه با کانال ایسا تیوی همراه شوید. سیمپسون ها که سانحه 11 سپتامبر و رئیس جمهور شدن ترامپ را پیشگویی کرده بود، مرگ کوبی براینت و پخش شدن ویروس کرونا از چین رو هم معلوم شد که سیمپسون ها از قبل خبر دادن. نویسندگان سریال در مصاحبه خود با رادیو BBC اظهار داشتند این مسئله برخلاف باور عموم با تئوری توطئه ارتباطی نداره و ما در رابطه با آینده حدسایی میزنیم که احتمال به وقوع پیوستنشون بالاست. یکی از نویسندگان به اسم آلجین در مصاحبهش گفته که اگه به اندازه کافی پیش بینی کنید 10% اون درست در خواهد اومد. دیگر نویسنده سیمپسون ها هم گفته ما پیشگویی‌های آینده که از 10 ماه قبل‌تر پیشگویی می‌کنن هستیم و همین دلیل هم هست که سعی می‌کنیم اتفاقاتی رو که در قدم بعدی رخ میده حدس بزنیم. حالا پیشگویی‌های ما به وقوع پیوسته و در انتظاریم تا وقوع سیمپسون ها رو ببینیم. رئیس جمهور شدن ترامپ. بعضی شنیده‌های اشتباه و بزرگنمایی‌ها در مورد به واقعیت پیوستن پیشگویی‌های سیمپسون ها وجود داره، اما واقعیت اینه که سالها پیش در سریال سیمپسون ها از ریاست جمهوری ترامپ حرف زده میشه. آلجین در مورد چطور نوشته شدن اون قسمت از سریال میگه در سال 2000 فکر میکردیم کدوم فرد مشهور میتونه رئیس جمهور بشه و با توجه به ادعاهای ترامپ مبنی بر اینکه روزی رئیس جمهور خواهد شد این قسمت رو نوشتیم. ویروس کرونا. وقتی برگ‌های تقویم سال 1993 رو نشون میداد، در قسمتی از سریال سیمپسون ها پاکتی به شهر سیمپسون ها میاد. مأموران پست چینی یک ویروس رو وارد این پاکت پستی میکنن و وقتی هومور سیمپسون پاکت رو باز میکنه و ویروس به او سرایت میکنه، البته از چین فقط همون یک بسته نیامده و تقریباً به دست تمام کاراکترهای سریال بسته پستی آلوده میرسه و تمام شهر رو تحت تأثیر خود قرار میده. این اپیزود از سریال سیمپسون ها به دلیل شباهت بسیار زیادش با پخش شدن ویروس کرونا به شدت بر سر زبان ها افتاد. مرگ کوبی براینت. دنیا با مرگ افسانه بسکتبال کوبی براینت به لرزه درآمد. بعد از مرگ کوبی براینت به همراه دخترش در سانحه هلیکوپتر اپیزود مربوط به این سانحه به سرعت شروع به پخش شدن کرد. در این اپیزود کوبی براینت با هلیکوپتر دچار سانحه میشه. هرچند کوبی در اون صحنه از سریال نمرد، اما علامت سوالهای زیادی در ذهن مردم به جا گذاشت. حادثه 11 سپتامبر. در قسمتی از سیمپسون ها در سال 1997 مجله‌ای در دست لیزا می‌بینیم که روی جلدش 9 و 11 نوشته شده که همون 11 برج‌های دوقلو رو تشکیل داده. این صحنه باعث قوت گرفتن بسیاری از تئوری‌های توطئه شد. در اپیزود دیگری که در سال 1993 پخش شد، تابلویی روی دیوار می‌بینیم که دودی از 2 ساختمان که شباهت بسیاری به برج‌های دوقلو دارن بلند شده. بعضی تئوریسین‌های توطئه ادعا دارند از روی همین صحنه از رخ دادن حادثه سپتامبر با خبر بودند. آلجین منشأ این خبر رو چنین توصیف کرد: در نیویورک یک فهرست راهنما می‌خرن و روی اون $9 و عکس برج‌های دوقلو وجود داره. به دلیل 9-11 خونده شدنش توسط تئوریسین‌ها اینطور تصور شده، اما این کاملا تصادفی بوده. شورش منطقه 51. بعد از تایید تصاویر یوفوها توسط ناسا، 10,000 نفر در فضای مجازی با هم هماهنگ و هم عهد شدند تا به منطقه 51 حمله کنند. در منطقه 51 که سالهاست اسرار زیادی در خود پنهان کرده، به سرعت صدها هزار جمع شدند.
این اتفاق انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های جهان پیدا کرد. در همین اوصاف صحنه‌ای از سریال سیمپسون‌ها که پیشگویی‌های زیادی کرده بود به ذهن بسیاری خطور کرد. در قسمتی از این سریال مشهور که در سال 2017 پخش شد، این شورش به تصویر کشیده شد. حتی هومور سیمپسون رو هم می‌بینیم که تکثیر شد و وارد منطقه 51 میشه. شوی لیدی گاگا. خانواده سیمپسون ها شوی لیدی گاگا رو در سوپربول به روش خودشون اجرا کردند. 7 سال پیش مشهورترین و طولانی‌ترین سریال انیمیشنی جهان یعنی سیمپسون ها شوی سال 2017 لیدی گاگا در سوپربول رو به روش خودش پیشگویی کرده. گاگا در سال 2012 در قسمتی از شوی خود به اسم هالف تایم شو واقع در اسپرینگ فایت توسط کابل‌ها و لباس‌های عصر فضایی که به تن داشت روی صحنه به پرواز درآمد. طرفداران او شباهت این صحنه رو با صحنه درون سریال به راحتی متوجه شدند. اپل وقتی هنوز اسمارت فون ها ساخته نشده بودند، در قسمتی از سیمپسون های سال 1994 پخش شد، تلفنی لمسی می‌بینیم. لوگوی تلفن هم یک سیب کرم زده می باشه. در قسمتی از سریال که سال 1995 پخش شد، یک ساعت هوشمند می بینید. دیزی و 20th Century Fox و آخرین اتفاقاتی که در سریال پیشگویی شده رو و بعدها رخ دادن خریدن سنتری فاکس توسط شرکت دیزنی می باشه. دیزنی و 20th Century Fox و آخرین اتفاقاتی که در سریال پیشگویی شدن رو و بعدها رخ دادن خریدن سنتری فاکس توسط شرکت دیزنی می باشه. در قسمتی که 8 نوامبر 1998 پخش شد، بیلبوردی از شرکت سنتری فاکس می بینیم که زیر اون از شرکت دیزنی اسم برده شده که کاملا با خریدار شدن این شرکت توسط شرکت دیزنی همخوانی داره. پیشگویی هایی که هنوز رخ ندادن. رئیس جمهور جدید لیزا سیمپسون میگوید همانطور که میدانید ترامپ کسری بودجه بزرگی برای ما به ارث گذاشته و از رئیس جمهور بودن ترامپ قبل از اون حرف میزد. این قسمت در سال 2000 پخش شد. در واقع طبق پیشگویی سریال رئیس جمهور بعدی آمریکا زن خواهد بود. اساساً مبارزه انتخاباتی ترامپ با یک کاندید زن رو اگر لحاظ کنیم، این پیشگویی زیاد هم دور از انتظار نیست. مرگ ترامپ. سریال مشهور ما مرگ ترامپ رو در سال 2020 پیشگویی کرده، اما هنوز هم متاسفانه این پیشگویی به واقعیت نپیوسته. از اونجایی که ترامپ یک تاجر بسیار مشهوره، مرگش انعکاس گسترده‌ای در جهان خواهد داشت. فاجعه زیست محیطی و کپسول. در صحنه ای از سریال شرکت‌های خصوصی پولپرست مسبب یک فاجعه زیست محیطی میشن و از همین رو برای نجات از آلودگی‌ها یک گنبد شیشه ساخته میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده باشه، با زدن دکمه شیر به دوستانتان این ویدیو رو نشان بدهید.
برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر.